یه قانون داره این دنیای وانفسا که با کسی هم تعارف نداره و اون قانونش اینه: از دل برود هر آنچه از دیده برود. من مظلومتر از حضرت حجت نمیشناسم. من حتی از امام حسین امام زمان رو غریبتر میدونم، چون سید الشهدا در کربلا یه برادری داشت، یه خواهری داشت، 72 تا بنی هاشم بودن، 134 نفر یار با وفا داشت. اما امام زمان الان هیچ کس رو نداره، نه برادری داره، نه خواهری داره، نه کسی رو داره. دلش خوش ماهاست که متاسفانه ماها هم تو اکثر خونه هامون حتی اسمش هم نیست. من میتونم قسم بخورم تو 100 تا خونه شیعه بیش از 95 تا اسم حضرت حجت نیست. شاید شما بگید آقا اسم امام حسین هست. بله، اسم امام حسین نشانه شیعه اثناعشری نیست، چون 3 امامی هم میگن یا حسین، 6 امامی هم میگن یا حسین، 7 امامی هم میگن یا حسین. ولی کسی که شیعه اثناعشری است، اولین نشونش اللهم عجل ولیک الحجه گفت. منم نمیگم و قرآن میگه: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقین کیان؟ اولین صفتش تو قرآن: الذین یؤمنون بالغیب. از همین حضرت رضا علیه السلام سوال شد، از امام باقر سوال شد، از امام صادق سوال شد. الذین یؤمنون بالغیب یعنی چی؟ یعنی الذین یؤمنون به امام الغائب. اولین نشونش اینه که تو منتظر حجت ابن الحسن باشی. اسمش تو خونهاتون نیست، میخوان یادش باشه. من خدا شاهده تو خونه مسیحی رفتم، آدم دلش میسوزه. تو هر خونه مسیحی شما برید اصلا نیاز نیست سوال کنید که صابخونه دینش چیه، چون یه مجسمه مریم و حضرت عیسی و اینا رو گذاشته، پیداست یه کلیسای کوچولو تو اتاق مهمونخونش درست کرد. هر وقتم وارد خونه میشه اول میاد یه تعظیمی میکنه، یه دقیقه دعا میکنه، بعد میره. ولی ما تو خونمون اسم حضرت حجت نیست که تمام عالم مال اوه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. اگر میخواین مردم تو خونه هاتون نور خدا بتابد، اسم ولی خدا رو تو خونه هاتون ببرید. اگر برکاتشو ندیدید به دانشمند لعنت بفرست. من به این محکمی به خدا قسم، به ولای علی قسم. کسانی به من گفتن آقا ما وقتی یه اللهم کل ولی یک زدیم تو خونمون، برکات خونمون عوض شد، درد و بلاهامون کم شد، ارتباط ما با همسرمون بهتر شد، بچه ها با همدیگه بیشتر رفاقت کرد.